سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جای دنیا هستید حالتون عالی 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 باشه. اسم من آرامشه. امروز اومدم بدون هیچ فکری، هیچ سناریویی که از قبل بیام و بنویسم و بخوام براتون صحبت کنم، همینطوری به دلم افتاد بیام و راجع به خودم، راجع به اتفاقهایی که پشت سر گذاشتم، چیزایی که به هم کمک کرد که زندگیمو نجات بدم، بیام با شما شیرش کنم و با شما در میون بذارم. چون اعتقاد قلبیم اینه که حرفی که از دل آدم میاد به دل آدم ها میشینه. پس این حرفا کاملا حرف قلبمه و امیدوارم هر کسی به این حرفا احتیاج داره که الان بشنوه و زندگیشو دگرگون کنه، به گوششون برسه، به دستشون برسه و بتونم به هم نوعای خودم یه کمکی کرده باشم. من یه دختر 32 سالم، یه خانوم 32 ساله که حدوداً 4 سال و چند ماه، دقیق بخوام بگم سال 98 مرداد 98 ازدواج کردم. به خاطر سختی ها و چالش هایی که بچگی تا زمان ازدواجم گذشته بود و برام پیش اومده بود، پدرم رو تو سن خیلی کم از دست دادم، حتی قیافش رو یادم نمیاد. من چالش های خیلی شدیدی رو گذروندم و باهاش دست و پنجه نرم کردم و این چالش ها تو من حل نشده بود و من وارد یه زندگی شدم که همسرم عالی، همه چی خدا رو 1000 مرتبه شکر که همراه، مثل یک همسر، مثل یک پدر همیشه کنارم. ولی سال اول ازدواج برای همه پیش میاد. به خاطر اون همه چالشم من زندگیم شده بود یه جنگ روانی. همش تو فکر زندگی میکردم، همش تو ذهنم بودم، این چیه، اون چیه، این حرفو زد، این کارو کرد. و میدونم خیلی ها با این چالش ها مواجه شدن و الان به هر طریقی، حالا بعضی ها تو زندگی، بعضی ها مجردن، این چیزا براشون پیش میاد و من مدام در حالتی که من به پنیک رسیده بودم. روزی چند بار پنیک می شدم و یه جایی به بعد فهمیدم که باید آگاه شم، باید یه چیزایی بفهمم. این منی که هر سال داره تکرار میشه، هیچ چیزی بهش اضافه نشده، هیچ دستاوردی نداره، باید یه آگاهی بیاد درون من. باید از حرفای کلیشه‌ای کاملا بدم میاد، اصلا نمیخوام کلیشه‌ای باتون صحبت کنم، اتفاقا خیلی خیلی دلی میخوام باتون صحبت کنم. شروع کردم کتاب خوندن. مثل آدمی بودم در ظلمات داشتم قدم بر می داشتم و توی این ظلمات یه عینک دودی پر از خشم روی چشمام بود. مدام میخوردم به در و دیوار و هی این دنیا منو به در و دیوار میکوبید. به یه جایی رسیده بود که به فکر خودکشی بودم، حالم بد. وقتی به بنبست میرسی، شروع میکنی دنبال راه حل. اگه نرسیدی، هنوز به اون تهش نرسیدی که بفهمی کلام من چی میخوام بگم. شروع کردم توی این ظلمات دنبال یه نوری گشتن. من باید یه کوچولو هم شده جلومو روشن میکردم که میدیدم باید چی کار کنم. شروع کردم کتاب خوندن. کتاب 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 100 تا. تو 2 سال من 100 تا بیشتر کتاب خوندم. گوش میدادم، پادکست گوش میدادم. خوب بود. یه نوری جلوم روشن شد، حالم داشت بهتر میشد، متوجه میشدم، به وجد میومدم، کتابا رو میخوندم. ولی کتاب فقط دانش منو زیاد میکرد، هیچ خردی توش نبود.
من 2-3 سال فقط در حال آموزش بودم، در حال این بودم که چجوری اصلا زندگی یعنی چی، این آگاهی که میگن یعنی چی، باید چی کار کرد. دوستان جلوم روشن شده بود، نور اومده بود، ولی اون عینک رو چشمای من بود، اون عینک خشخشی تار هنوز رو چشمای من بود. پارسال من به طور جدی با خواهرم، با یک اعضای خانوادم، با خواهرم یه بحث کوچولو یه طوری منو به هم ریخت که اصلا اون کتابا انگار من هیچی، من اصلا 0 بودم، انگار هیچی تا حالا نخونده بودم. اصلا نمیدونستم اون لحظه چی به کار من میاد، الان من باید چجوری خشمم رو فرو ببرم. شروع کردم با همسرم، با خانوادم، با همه تو جنگ رفتن و به شدت عصبی شدن و دوباره اون سیاهی ها و یه جایی خیلی درمونده شده بودم. حس می‌کردم هیچ کسی نیست، هیچ کسی نیست الان به داد من برسه. رفتم تو مترو. من چند روزی بود با یه گروهی توی واتساپ آشنا شده بودم که همشون در حال خودشناسی و یه استادی اونجا هستش، هنوزم کنارمه، بهترین دوستمونه. من فقط تونستم گفتم من الان با یه مشاورم صحبت کنم به این سرعت نمیتونه حال منو خوب کنه، یه چراغی تو زندگی من روشن کنه. بهش پیام دادم، گفتم من توی این وضعیتم، من دارم به عالم و آدم شک میکنم، حالم بده، درونم از هم پاچیده شده، داشتم گریه میکردم. یه چیزی بگو منو آروم کن تو رو خدا، وگرنه من دووم نمیارم. گفتش ببین در تو صدها آرام وجود داره، یکیش آرامی که خشمگینه، یکیش آرامی که افسرده است، یکیش آرامی که خوشحاله، یکیش آرامی که مدام امید داره و امیدواره، یکیش آرامی که پر از حسادته و اصلی ترین آرامی که درون تو وجود داره و خود واقعی و والای توه، اون آرام نورانی و اون آرام شفا دهنده است، اون آرامی که از جنس نوره. تو سالهای سال اونو ندیدی، اونو حسش نکردی، ندیده گرفتیش، بارها بهت زخم زبون زدن، بهت نارو زدن، بهت خیانت کردن، باهات بد تا کردن و تو به خاطر اون مهرطلبی، مهربونی این نیست که تو همه رو راضی نگی، اون مهرطلبیه، میخوای طلب کنی و نمیخوای کسی از دستت ناراحت شه. تو به خاطر اون نور رو ندیدی و همیشه خودتو نادیده گرفتی برای بقیه و اون آرام الان خشمگین شده، فوران کرده، الان طغیان کرده و داره میگه نجاتم بده، تو منو ببین، تو چرا منو نمیبینی، تو چرا انقدر منو نادیده میگیری. و اونجا شد که ترکیدم، کلن شروع کردم گریه کردن و هنوزم یادم میفته. دوست دارم همه دنیا این حرفامو بشنون. اونجا بود که اون عینک از چشمم افتاد، فهمیدم چطوری باید بدون عینک نگاه کنم. من یه آرامی از جنس خدا، یک روح الهی درونم دارم که میتونه کمکم کنه در صورتی که ببینمش. من اونو ندیده بودم، همه چی رو میدونستم، ولی من اون نوری که میتونه همیشه و هر جا هر کسی نباشه اون هست، میتونه کمکم کنه، من اونو ندیده بودم، اونو در آغوش نگرفته بودم، حالم خوب نبود و اون نور درون من تو همه یکیه، به خاطر اینه که ما هممون یکی هستیم در شکل‌های متفاوت. من وقتی تو رو ببینم یعنی خودم رو دارم میبینم. شروع کردم به
حالا وقتی که چیزی رو به کار میگیری، اون چیزایی که یاد گرفتی و به کار میگیری میشه خرد. و من شروع کردم بلند شدن از جام، با همه اوکی شدم. از فردای اون روز هر روز ساعت 6 صبح پا می شدم میرفتم ورزش. حال دیگه من هر کاری برای اون نور می کردم. تا حالا ندیده بودمش، می خوابیدم، برام مهم نبود اصلا. دنبال این بودم مردم منو حالمو خوب کنن، همسرم حالمو خوب کنه، خواهرم مادرم حالمو خوب کنه. نمیدونستم که اون اصل کاری خودمم. هیچ کسی توی این دنیا منجی نیست جز خودت. تو خودت باید حال خودتو خوب کنی. و وقتی این خیلی حرفیه که الان شاید کسی ببینه خب خودم میدونم، ولی وقتی توی مدارش باشی یه تلنگر میخوای از زبون کسی بشنوی و به خودت میای وای من کجام، من چقدر از این آدم دور بودم، از این نور دور بودم، چقدر این معبد رو نمیدیدم. خونه خدا تو مکه نیست، همینه، همین بدنه، روح الهی توی این بدنه. وقتی میفهمی این معبد خداوند درون ماست، دیگه حواست هست بهش، دیگه هر چیزی رو واردش نمی کنی و سم وارد بدنت نمی کنی. این چیزها، این فکرها. حالا من در ادامه ویدیوهای بعدی راجع به بزرگترین دشمن انسان، چیزی که الان به عنوان خرافات میگیرن، شیطان زندگی ما کیه صحبت میکنم. 100% چیزایی که زندگیمو دگرگون کردن. اصلا حس میکنم من چیزایی که الان میدونم و قبلا جلوی چشمم بودم ولی نمیدیدم. من با اون عینک چی رو نمیدیدم. الان حس میکنم چشم جهان بینیم چقدر شگفت انگیزه، چقدر چیز هست توی این دنیا که من میتونم راجبش خوشحال باشم، شکرگزار خداوند باشم. چقدر چیزایی بوده دور و بر من که هر لحظه زندگی منو ساپورت کردن، ولی من دنبال اون نداشته ها بودم که اون فلانی اونو داره من اینو ندارم، ولی اون همه چیزی که داشتم و نمیدیدم. و یه جوری زندگی من از اون نقطه که فهمیدم من کیم شروع شد که باور نکردنیه. انگار من قبل از اون زندگی نکرده بودم. کتاب ها کمکم کردن، نور رو بهم نشون دادن، ولی اون خودی که به من کمک کرد، هیچ نوری، هیچ کتابی نتونست به من کمک کن. ازش خواستم، جلوی آینه گریه کردم، گفتم کمکم کن، ببخشید لطفاً منو ببخش تا الان ندیدمت، از این به بعد هستم، منم با تو یکیم. ببخشید اگه زیاده گویی کردم، حرفام بدون هیچ قبلش باید می نوشتم، ولی همینطوری خواستم از دلم در بیاد باهاتون صحبت کنم و امیدوارم که هر کسی در مدارش هست این حرفام به قلبش بشینه و کمکش کنه، نوری باشه برای ادامه دادنش. ممنون میشم اگر کانالمو داشته باشید و در مسیر نور با همدیگه قدم برداریم و به همدیگه کمک کنیم برای رشد آگاهی، نور و آزادی و رهایی. دوستتون دارم، به خدای بزرگ میسپارمتون. غرق نور و آرامش باشید.